بهترین بورسیه‌های سال 2026 برای افغان‌ها در آسیا و اروپا. در ادامه چند مورد از بهترین بورسیه‌های تحصیلی سال 2026 برای دانشجویان افغان معرفی شده است. شماره 1. بورسیه دولتی سلواکیا برای مقاطع لیسانس و ماستری بدون نیاز به مدرک زبان. مزایایی که این بورسیه دارند: پوشش کامل فیس، خوابگاه و مسکن، ویزه اقامت، غذای رایگان، کمک هزینه ماهانه، ترانسپورت و بیمه صحی. آخرین مهلت ثبت نام 25 می سال 2026. شماره 2. بورسیه دانشگاه البخاریه مالزیا برای مقطع لیسانس. مزایا: 100% رایگان، خوابگاه رایگان، غذای رایگان و $100 کمک هزینه ماهانه. آخرین مهلت ثبت نام جولای 2026. شماره 3. بورسیه دانشگاه دیکن استرالیا برای لیسانس، ماستری و دکترا بدون محدودیت سنی. پوشش 10% فیس توسط دانشگاه. سایر هزینه ها به عهده دانشجو است. آخرین مهلت ثبت نام 1 ماه قبل از شروع هر سمستر.